با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستای عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و صحتمند و سر حال بوده باشید و لباس عافیت را بر تن داشته باشید. خوشحال هستم که شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید میگم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید تا آخر بیننده برنامه ما بوده باشید. لطفا اگر شما فراموش نکنید اگر شما عضو جدید ما هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را حتما فشار دهید تا هیچ یک از برنامه های جدید ما را از دست ندهید. دوستای عزیز اینی را خود میبینید بیخی سل کرد. من ای را میگم که برای خود من میخوایم ویدیو جور کنم، اینمی دایم اذیت میکنه مرا. من نمیفهمم چه قسم یک نفر است همیشه اذیت میکنه. به خاطر ویدیو جور کردن من یک مزاحم است. یه شاهد نامش است بسیار اذیت میکنه. سک من اینا که ویدیو میگیرم همین لحظه دوستای عزیز این آدم که است موسیقی را چالان میکنه، تیک تاک تماشا میکنه، یک اذیت میکنه. دوستای عزیز شما در جای کامنت بنویسید شما این رقم آدم آیا دیوالتان هست یا نیست. سک دوستای عزیز صغیر کیا ہے کبیر کیا ہے یہ بسیار بے مغز. سک یہ کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے یہ کیا ہے؟ در این ویدیو ما یک انباکسینگ هم داریم دوستای عزیز که با هم یک جا یک بسته را که ما دریافت کردیم با هم او را میریم باز میکنیم و میبینیم که داخل از او چی است. در ادامه با هم میباشیم. ما دریافت کردیم امروز ایرا کسی از دوستا بوده ایرا و ما فرستاده از طریق TCS و ما ایرا دریافت کردیم. دیگه چیز زیاد معلوم میشه نمیفهمم داخل از این چی است داخل این بسته، ولی ایرا از طریق این دوربین به شما نشان میتونم که ببینیم داخل از چی است. کسی از بلوچستان از یک راه خیلی دور و ما ای را فرستاده. یعنی دوستای عزیز کسای هم هستند که ما را از بلوچستان همراهی میکنه. دوستای عزیز بیم که با هم میره ببینیم که داخلش چی است. در قدم نخست ما به چیزی که ضرورت داریم یک شی تیز است. با این شی تیز که چاقوست ما ایره باز میکنیم ببینیم که داخل از چی است. دست خدا زدیم دوستای عزیز. یک قسمتش دوستای عزیز اینجاش بود که باز شده است، قسمت دیگهش مونده دوستای عزیز. این قسمتش هم باز شد دوستای عزیز، فقط یک طرف دیگهش که اینجاست باقی مونده. بالاخره دوستای عزیز بازش کردیم ببینیم که داخلش چی است دوستای عزیز. واو دوستای عزیز این چی هست؟ این تکه لباس است.
لوازم ها ببینید دوستای عزیز، چقدر محبت، چقدر یم. ممکن این لباس ایران، لباس در افغانستان هم رواج شاید باشه، ولی این لباس همون منطقه رنگش متفاوت تر است. دوستای عزیز یک جور جراب است دوستای عزیز. و از این چیزی که واقعا من دوستش دارم، این ناریال است دوستای عزیز. کشمش، قند. سعی کنین دوستای عزیز، قدر محبت. من نمیفهمم این کسی که این مهربانی را کرده چه قسم ما جبران کنم. پسته خندان دوستای عزیز، بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد سپاس از این که این تحفه زیبا را فرستادین. آها دوستای عزیز، یک لطف کلان کرده به من، عسل فرستاده دوستای عزیز، چیزی که من واقعا دوستش دارم، اما متاسفانه در مسیری راه شکسته. چه قسم شده؟ اما من کدام قسمتش که آباد مانده باشه، ضربه ندیده باشه و حتما نوش جان میکنم. خب این بادام است دوستای عزیز، چهارمغز، یه گمان اغلب میره سربه است دوستای عزیزی، سربه است. تایگر آیس یا چشم پلنگ. یا عطر است دوستای عزیز. ایرم دوستای عزیز برای من فرستاده. ای چقدر لطف، چقدر مهربانی. هیت شولدر. سعی کنین دوستای عزیز. تسبیح دوستای عزیز، سعی کنین. چای خشک. کچاپ، برز، پیور بلک، خوشبویی از دوستای عزیز. روغن زیتون، پیاله، برس دندان از دوستای عزیز. به خاطر موی از دوستای عزیز، روغن موی. قیماق روی از دوستای عزیز. مشک روی یا صابونی روی که میگن. خمیر دندان، made in China، شانه از دوستای عزیز. و ایم ناخنگیر. ضروریات یک فرد را تمامش داخل یک جعبه انداخته و با هم یک جای کرده و برای من فرستاده. واقعا من نمیفهم چه قسم سپاسگزاری کنم، چه قسم دوستای عزیز. چیزایی که خوراکه و چیزا بود، میوه خشک گپا و ایران چیزای بهداشتی از دوستای عزیز. زیبایی و بهداشتی هر دو جنبه را مد نظر گرفته و برای من فرستاده. دوستای عزیز چقدر مهربان، چقدر یک آدم. ما چه قسم سپاسگزاری کنم دوستای عزیز، ایران مانده. قدر محبت. این تصور نداشتم، این خیال نداشتم که
توجه دوستا را جلب کنم و دوستایی که حتی از قدر رای خیلی دور است دوستای عزیز، در گرچند در پاکستان است، مربوط پاکستان است، ولی خیلی یک جای دور است که از اینجا تا اونجا را ممکن 15 ساعت راه دور باشه. این مثلا ما در اسلام آباد هستیم، اسلام آباد نزدیکتر است به کابل، ولی بلوچستان خیلی یک جای خیلی دور است. از اونجا به ما لطف و مهربانی کردن، تحفه روان کردن، جهان سپاس، زحمت کشیدن. گرچند من لایق این چنین تحفه زیاد نیستم، ولی از این که لطف میکنین، بزرگواری میکنین، برای ما افتخار میبخشین. تشکر از این که این ویدیو را تا آخر بینیده بودین. اگر این ویدیو خوشتان آمد لطفا لایک کنید و اگر نظر و پیشنهاد داشتید می توانید در جای کامنت حتما با ما شریک بسازید. خیلی خوش میشیم که کامنت های شما را دوستای عزیز بخوانیم و برای ما انرژی مثبت میده که به خاطر دوام دادن چینل یوتیوب خود ما کار کنیم و ویدیو برایتان اپلود کنیم. اگر شما عضو جدید کانال ما هستین حتما کانال ما را سابسکرایب کنین و علامه زنگوله را حتما فعال کنین که تا ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.